اینجا یک نوع تکیه بر یک فعالیت اداروی دولت‌های پیشقدم دنیا که در آنجاها بیشتر هم با تکیه بر جوانان میکنن، هم سن سال جوانان در اداره دولتی به حساب گرفته میشن. این چیز احترامی هم جوانان هست، هم استفاده بردن نیروی بسیار بنیادگذاری آنها می باشد. از تجربه حیات سیاسی که در تاجیکستان یعنی شاهدش هستیم، ما نمیتونیم به این چیز بسیار خوشبین بود، چرا که ما یعنی داشتیم سیاستمدارهایی که سالمند بودند، یعنی سالمندتر بودند و یعنی تجربه بالاتر سیاسی داشتند که اونها نتوانستند، یعنی جرأت این را نداشتند، یعنی فضای سیاسی تاجیکستان امکان نداد که آنها حتی با کرسی ریاست جمهوری یعنی تلاش بکنند، نامزد بشوند. از این رو من فکر نمی کنم که جوان با داشتن یعنی 30 سال سن یعنی فکر یعنی پیشبری کردن نامزد خود به انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 باشد. من فکر میکنم این یک امتیاز است از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و جوانان ما که تا آنها خودشان را توانند در وظیفه ها راهبری کنند، سنجند و آنها سهم خود را در دولتداری، سهم خود را در سیاست گذاشته توانند. همچون یک جوان من فکر میکنم که این یک پیشنهادی خیلی خوب شده است که جوانان میتوانند در وظیفه‌های گوناگون دولتی اداره کننده مقصد وظیفه‌های خود را ادا کنند. بعد تغییر در سرقانون یک جوان ساله لکه میتواند نامزدی خود را به مقام پرزیدنتی بگذارد.